سلام میکنم به همه دوستان عزیزم. خیلی خوش اومدیم به این قسمت از پادکست. قبل شنیدن این داستان فوق‌العاده خوشحال میشم لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و در انتها نظراتتون رو برام کامنت کنید. بریم سراغ داستانمون. در حالی که کولم و روشونم جا به جا می کردم متوجه سنگینی نگاه های پسری شدم که روبروم وایستاده بود. از مسیر مدرسه تا خونمون پا به پام راه افتاده بود. اومده بود و چندین بارم این اواخر به چشمم خورده بود چون قیافش برام آشنا بود. دست باچه از دوستام خداحافظی کردم. در خونه رو زدم. به محض باز شدن بدون معطلی رفتم تو. با دیدن مامانم که طبق معمول همیشگی در حال رسیدن به بر و روی خودش بود، کلافه کولمو انداختم زمین و خودم رو تخت انداختم. آخیشی زیر لب گفتم. با تشر گفت ریحانه 1000 بار گفتم لباساتو عوض کن، پاهاتو آب بگیر، بعدش به خواب و استراحت کن. دستمو کشید بلندم کرد انداخت حیاط. پاهامو زیر آب سرد گرفتم. رفتم تو فکر که اون پسر کیه؟ چرا چند روزی دور و برم میچرخه؟ نکنه از من خوشش اومده؟ دو دل بودم با مامانم در جریان بذارم این مسئله رو یا نه. چون اگه میگفتم مطمئن بودم قراره بزرگش کنه و پیگیر بشه و اصلا دوست نداشتم از این کاراش اخلاقاش. مامانم برعکس من خیلی جلف و خودنما بود. حالا کاری با اینا ندارم. چیزی به مامانم نگفتم. بعد شستن دست و صورتم برگشتم خونه. غذا خوردم و گرفتم خوابیدم. از صبح مدرسه بودم. دیگه سالهای آخرین بود. همین امیدوارم میکرد. از درس و مدرسه فراری بودم. ولی به اجبار مامانم میخوندم. البته که مامانم میگفت این تازه اولای راهه. راستم میگفت. من بابامو بچه بودم از دست دادم. کنسر داشت. خیلی وقت از مردنش میگذره. از خدا میخوام روحش شاد باشه. من که چیز زیادی ازش به خاطر ندارم. سر همون من و مامانم چندین سال تنها با هم زندگی میکنیم و جز مامانم کسی رو ندارم تو این دنیا. مامانم برام هم پدری کرده هم مادری. ما وضع مالی خوب آنچنانی نداریم. مامانم سر کار میره نصف روز توی شرکت دولتی کار میکنه. خرج خونه زندگیمون کم و پیش در میاد. خیلی جاها از لذت و خواسته های خودش گذشته و شکم منو سیر کرده. برای من کتاب درسی گرفته تا از درسام عقب نیفتم. همیشه لباسای جدید و مد روز و خریده تا خوشتیپ باشم. هیچ وقت فراموش نمی کنم. امیدوارم روزی برسه جبران کنم. فردا صبح بعد خوردن صبحانه زنگ در خونه به صدا اومد. لب زدم مامان دوستام اومدن من دیگه رفتم. اومد ماچ معروفو کرد و درو باز کرد. با دوستام سلام علیکی کرد و منو راهی کرد. در حالی که داشتیم مسیر همیشگی مدرسه رو میرفتیم چشمم خورد به اون همون آقا پسری که دیروز تا جلوی درمون اومده بود. دیگه داشت برام جدی میشد. کلی سوال تو ذهنم ایجاد شده بود که قصدش چیه هستن؟ دنبال منه یا یکی از دوستام؟ نکنه آشناست و من نمیشناسمش؟ چرا جلو نمیاد؟ تا کی میخواد از دور راه بره؟ با سر و صدای دوستام از فکر بیرون اومدم و سعی کردم منم نادیدش بگیرم و واکنشی ندم تا متوجه نشه من چیزی فهمیدم. چون به عقیده من 90% ارتباط ها تو این سن واقعی نبود. همش از روی بچگی و نادونی بود. دوست نداشتم تو این سن و سال تا همچی مخمسه هایی بیفتم و حس می کردم چند روز بگذره ناپدید میشه و اینم میره پی زندگیش و سراغ کسای دیگه. رفتم مدرسه. تو این فضا به کل فراموش کرده بودم این پسره رو. تو حیاط مدرسه نشسته بودیم که بحث دوست و عشق و عاشقی افتاد بین ما دخترها. برای 1000مین بار هر کس تجربه داشت میگفت یا حالا که با کسی در ارتباط بوده تنها کسی که چیزی برای گفتن نداشت من بودم. نه اینکه دختر زشتی باشم که پسرا بهش محل نمیدن، نه. از اون دسته دخترایی بودم که کلاً تو این خطا نبودم. کلاً تو این فازا نبودم. من تو سکوت سرمو بین زانوام گذاشته بودم.
خیره زمین آسفالت مدرسه شده بودم که دوستم مهسا زد به شونم و گفت بگم؟ آره بگم. نگاهی تو صورتش انداختم. تازه دوزاریم افتاده بود. لب زدم چی با منی؟ سری به نشونه مثبت تکون داد و گفت بس با کیم؟ خودتو به اون راه نزن ریحان. سرمو بلند کردم گفتم نمیفهمم چی میگی، بگو ببینم. آقا این دوستم مهسا معروف بود به گوگل. انقدر که از همه اطلاعات و آگاهی داشت. بعد از این که بالاخره زبون باز کرد و حرف زد فهمیدم آهان منظورش همین پسر است که چند روزی هست دور اطرافمونه. جوری پته پسره رو ریخت رو آب که دهنم وامونده بود. فهمیدم اسمش دانیاله. یه خواهر داره که تو خارج داره تحصیل میکنه. خیلی پول داره. مامان باباشم اکثرا پیش خواهرش تو خارج میمونن. گفت 26-27 سالش میشه. و یه جور از این پسره با حسرت تعریف میکرد که موندم. چرا من تا الان متوجه اینا نشده بودم؟ متوجه زیبایی چهرهش، ثروتش، جذبه و مغرور بودنش، چون که منم چندین بار دیده بودمش. وسطای حرفش گفت این پسره یه دوران همه دخترها عاشقش بودن. چونشونو میدادن تا پسره یه نیم نگاهی بهشون بندازه. آب دهنشو کورت داد و گفت ولی دانیال خیلی جدی و سنگینه. تا الان ندیده بودم دنبال دختری بپلکه. صداشو پایین آورد و یه چشم گره‌ای رفت برام و گفت ولی الان یه هفته است چشمش ریحانو گرفته. هر روز دنبالشه، این مسیر رو میره و برمیگرده. خشک و خالی. همه مات و مبهوت نگام کردن. یکی اون وسط گفت فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. یکی گفت از اونی بترس که ساکته، از قدیم گفتن. پریدم وسط حرفشون و گفتم بابا مهسا یه چیز داره میگه برای خودش. شما چرا دارین باور میکنید؟ یکی 2 روزه یا ما هم مسیریم. منم تازه فهمیدم. بعدم اکیپ ما 7-8 نفره. رو به مهسا گفتم از کجا معلوم دنبال منه؟ شایعه نکن. میدونی خوشم نمیاد از این کارا. نیشخندی زد و گفت آخه نمیخواستم این بحث ادامه پیدا کنه. از جا پا شدم و رفتم سمت کلاسم. دروغ چرا؟ ولی عجیب و غریب بعد حرفای مهسا این پسر دانیال رو مخم رفته بود. با خودم میگفتم واقعا یعنی همچین شخصیتی داره؟ یعنی از من خوشش اومده؟ از بین این همه خواستگار که واسه دانیال هست چرا اومده سراغ من؟ بعد یکی تو وجودم گفت خر نشو ریحان. اول اینکه به خاطر تو نیست. ما یه گله آدمیم. خونه هامونم نزدیک به همه. بعدم اگه 1% به خاطر تو باشه نباید شل بشی. این سیاه بازی پسراست، نباید باور کنی. ولی اونقدر فکرم درگیر بود که هنوز چیزی نشده داشتم بزرگش میکردم تو ذهنم. برگشتنی جلوی مدرسه از بچه‌ها خداحافظی کردم. گفتم باید برم جایی، با مامانم قرار دارم. در حالی که چشمم میچرخید ازشون جدا شدم و دیدم نه خبری از دانیال نیست. نفس عمیقی کشیدم، راه افتادم سمت بازار که مامانم گفته بود. اون بعد سر کار قرار بود بره اونجا. منم برم که امشب برای خونه قرار بود خرید کنیم. با صدای قدمای پایی که از پشت سرم میومد ترسیدم. قلبم تون زد که نکنه. جوری که تابلو نباشه به قدمام سرعت دادم. خیلی دوست داشتم پشتم و برگردم نگاه کنم. ولی نتونستم، بی خیال شدم. با دیدن مامانم رفتم سمتش. با رسیدنم بهش آسوده نفس عمیقی کشیدم و خیلی مرموزانه چشممو چرخوندم. دیدم نه خبری نیست. هرچی گشتم پیداش نکردم. حس کردم توهم زدم. اشتباه فهمیدم. از نفس زدن و مامانم سوال کرد چیزی شده؟ گفتم نه. رفتیم سمت بازار. بعد از 1-2 ساعت چرخیدن با کیسه های پر برگشتیم خونه. آخر هفته بود و لباسامو انداختم تو ماشین لباسشویی تا فردا بزنیم به شوره. خودمم رفتم دوش گرفتم و ساعت 6-7 عصر بود. نهار آماده شد. خوردم و رفتم سر درس و کتابا. بعد از انجام دادن برنامه هام یکم دراز کشیدم و استراحت کردم. گوشیمو گرفتم دستم، چرخی تو فضای مجازی بزنم.
نفهمیدم چی شد که دیدم مشغول سرچ کردن صفحه دانیالم. وقتی که به خودم اومدم دیگه دیر بود. چون صفحش بالا آمده بود. غیر ممکن بود بدون سرک کشیدن تو عکساش بزنم بیرون. با کمال خونسردی روی یکی یکی عکسا می زدم. 2 ساعتی زوم می شدم. با دقت نگاش می کردم. انگار حالا اومده بود گفته بود کشت مردتم بیا با هم ازدواج کنیم. خوشگل بود. چشم ابرو مشکی جذب کننده‌ای داشت. قد بلند و اندام مردونه. استایلای شیک و با کلاس. حالا که دقت می کردم می دیدم من باید برم دنبال این. نه اون بیاد دنبال من. واقعا قشنگ و سرتر از من بود. حداقل نسبت به پسرای دور اطرافم. تنها مشکل این بود که 27 سالش بود. از من 10 سالی راحت بزرگتر بود. البته اصلا این چیزا این موقع برام مهم نبود و ملاک نبود. عقیدم بود که اگه 2 تا آدم واقعا عاشق هم باشن برای هم ساخته شده باشن هیچ کس و هیچ چیز مانعشون نمیتونه بشه. چند ساعتی درگیر سرچ و جستجو بودم. همه اینا تقصیر مهسا دوستم بود که جوری جو داد و بزرگ کرد که دید منو به کل عوض کرده بود. گوشیو خاموش کردم و یه چرتی زدم. از خواب که پریدم نمیدونستم ساعت چند بود. ساعتو چک کردم 12 شب بود. رفتم یه لیوان آب خوردم. مامانم جلوی تلویزیون خوابیده بود. بعد برگشتم اتاقم. دوباره گوشیو برداشتم یه چرخ زدم. خبری نبود از کسی. تا خواستم گوشیو خاموش کنم یه فکری زد به سرم. پا شدم نشستم. با شمارم صفحه ناشناسی درست کردم و رفتم سراغ پیام دادم به دانیال. با این کارم شاید میخواستم امتحانش کنم. ببینم واقعا اونجور که میگن سرسنگینه و تا حالا با کسی حرف نزده راسته یا نه. تنها نوشتم سلام خوبی. دستام یخ کرده بود. حالا انگار چی کار کردم. هرچی منتظر موندم جوابی نیامد ازش و با لبخندی که نمیدونم برای چی بود دراز کشیدم و گفتم خدای بختم انقدر روشن و خوب کن که تو خیالاتم هم حتی ندیده باشم. خدایا همسر آیندم و بذار سر راهم راهنماییم کن تشخیص بدم خوب و بد و از هم. خدایا این آخریشه دیگه. اگه واقعا این پسر دانیال تو زندگیم نقشی داره وارد فکر و ذهن و قلبم کن. آدمی نباشه که مسافر باشه. فقط بیاد با روح و روانم بازی کنه و بره. با این راز و نیازهایی که با خدا کردم احساس آسودگی بهم دست داد و مجبوری هم شده سعی کردم بخوابم که فردا کلی کار داشتم که باید انجام میدادم. آخر هفته ها همراه مامانم خونه رو تمیز می کردیم. من دستمال می کشیدم مامانم جارو کردن خونه رو به عهده‌اش می گرفت. بعد از هلوش 2-3 ساعت کار کردن برای اینکه یه حالی به خودمون بدیم غذای حاضری از بیرون می گرفتیم. خیلی هم می چسبید. این شده بود روال کار ما. اکثرا با مامانم آخر هفته ها می رفتیم طبیعت. حالا مامانم می گشت اینترنت و یه مکان قشنگ و گشتنی پیدا می کرد که جدید باشه تا کم کم بتونیم همه جا رو بگردیم و بشناسیم. مامانم خیلی به این چیزا اهمیت میداد. حتی به لباس پوشیدنم هم گیر میداد و میگفت سلیقت خوب نیست. مهم نیست چقدر بزرگ شی. تا زمانی که من هستم خودم میگم چی بپوشی و چی کار کنی. تا آخر عمر تو سگلی مامانتی. منم به ظاهر جوری نمایان میکردم که انگار آسی شدم از دستت. ولی از درون هر بار قربون صدقم میرفت و بهم یادآوری میکرد همیشه قراره دختر کوچیکش بمونم دلم میرفت. اون روز که بیرون رفته بودیم دانیال جواب پیاممو داد. ازم خواست خودمو معرفی کنم. کل حواسم پرت شده بود که چی بگم بهش. شک نکنه منم یا نفهمه. کلی از اینجور سوالای بیخود. جوابی ندادم تا اینکه نزدیکای غروب بود برگشتیم خونه. خودمو رو تخت انداختم و گوشیو برداشتم. تایپ کردم که یه دخترم ازت خوشم اومده. دوست دارم باهات آشنا شم. از استرس شروع کردم به جویدن ناخونام. یعنی یه حرف دوستام باعث شده بود من به این مرحله برسم. نوشت باید بدونم کی هستی. نوشتم یکم آشنا بشیم بعد معرفی میکنم خودمو. باشه گفت و شروع کرد به تعریف کردن شخصیتش. بعد از چه جور آدمایی خوشش میاد و گفت که ترجیح میده با دخترای دوست بشه که این مدلین. در نهایت یکی اون نوشته یکی من. یکی اون و یکی من که رسیدیم به اینجا که گفت عکستو بده ببینم. کنجکاو شدم ببینم کی.
بچه بودم و کم سن و سال. همین اول کاری منم خوشم اومد از مدل شد کردن و شخصیتی که نشون میداد. حس میکردم خیلی رفتار خوبی داره. ارتباطمون همونجا موند و هیچکس عکس و اطلاعات از خودش نداد. موقعی رفتن به مدرسه هرچی دور اطرافم رو نگاه کردم نبود که نبود. برای اینکه تابلو نشم پیش دوستان بفهمن چشمم دنبال دانیاله بی خیال شدم و رفتم مدرسه. برگشتنی تو این فکر بودم که دیده یه دختر بهش پیام داده رفته سراغ اون. من چه خوش خیالم، ولی نه، انگار واقعا قصدش این بود منو به دست بیاره. با شماره‌ای که رد شدنی انداخت تو بغل کیفم رنگم پرید. زیر نگاه و صداهای دوستان به قدمم سرعت دادم. زیر لب گفتم بچه ها ساکت شید 2 دقیقه. آبروم رفت. خونه که رسیدم تحمل نکردم. رفتم شماره‌شو برداشتم تو گوشیم سیف کردم و نوشتم چرا شماره‌تو به من دادی؟ چرا چند روزه افتادی دنبالم؟ همونطور که من رفتم سر اصل مطلب، رک و پوسکنده نشون دادم که متوجه حضورش و شماره دادنش شدم. اونم رکتر از من بدون هیچ حاشیه‌ای نوشت ازت خوشم اومده، باید ببینمت. شوکه شده از صورت عمل بالاش گفتم من نمیتونم با غریبه ها بیرون برم. نوشت دانیالم، الان که شماره همو داریم دیگه غریبه نیستیم. در واقع منم حسم بهش زیاد شده بود. دوست داشتم باهاش ارتباط برقرار کنم. ببینم چطور آدمیه. یکم ناز کردم، بعد قبول کردم که باهاش بیرون برم. اونم وقتی که از مادرم اجازه بگیرم اگه گذاشت اون وقت. برای اولین بار بود که همچین موضوعی رو میخواستم با مامانم در میون بذارم. از بچگی تا الان نه سرم داد زده بود نه خیلی دوام کرده بود. میترسیدم الان بهش بگم واکنشش چیه. ولی خب بدون اجازه و خبر دادن به مامان که نمیتونستم برم. باورم نمیشد مامانم همچین واکنشی بده. در کمال خون سردی که در حال لاک زدن به ناخنای پاش بود، سری به علامت مثبت تکون داد و گفت برو، فقط ریحان حواستو جمع کن. اگه هم کاری داشتی به من زنگ بزن یا پیام بده. دست انداختم دور شونش و گفتم بهترین مامان دنیایی. ابروی بالا انداخت و گفت برو آماده شو. خوشگلی خوشگل تر بشی. طرف نتونه بگه. لبخندی زدم خجالت زده، سرمو پایین انداختم که زد رو شونم و گفت شب بیا تعریف کن یکم بخندیم. پوکر مامانمو نگاه کردم، برگشتم اتاق. حالم خیلی خوب بود. اولین بارم بود که با یه پسر میخواستم برم سر قرار. خیلی استرس و دلهره داشتم. با اینکه مامانم میدونست و رضایت داده بود. چون اکثرا دوستام استرس و ترسشون از این بود که نکنه یهو مامان و باباشون بفهمن و لو برن. حین آماده شدم به خودم جلوی آینه حرف می زدم که استرسم کم شه. آرایش ملایمی کردم. شروالی و مانتو مشکی پوشیدم. شال مشکی، نگاهی به ساعت انداختم. نیم ساعت بعد باید راه می افتادم. نشستم رو تخت، گوشی رو باز کردم. بهش نوشتم که مامانم اجازه داده و امروز میتونم باهات بیام بیرون تا آشنا بشیم. فوری جواب داد که از سمت من از مامانت تشکر کن. مطمئن باش امروز روز خوبی برامون میشه. حالا که پنهونکاری در میون نیست من خودم میام جلوی درتون دنبالت. آماده ای؟ آره نوشتم و در حالی که قلبم تون میزد رو تخت دراز کشیدم و گفتم خدای هوامو داشته باش، من خیلی دختر دست و پا چلفتیم. ایشالله که سوتی ندم. تو دید اون کامل و خوب به نظر بیام. با دیدن پیامش که نوشت جلوی درتون منتظرم، هر وقت حاضر شدی بیا. رو به مامانم گفتم مامان من دیگه دارم میرم. همین کافه‌های اطرافم، نگران نباش. لب زد باشه، چقدر ناز شدی ریحان. ایشالله که خیره. موقعیت تو برام بفرست داشته باشم. رفتم کفشامو پوشیدم، در خونه رو باز کردم. روبروی خونمون ماشین رو پارک کرده بود. ماشین شبیه لند کروز بود. حدس زدم همون باید باشه. سعی در این داشتم خودمو گم نکنم و طبیعی جلوه کنم. تا سمتش رفتم از ماشین پیاده شد، در حالی که خیره سر تا پام شده بود سلام داد و متقابل آروم سلامی دادم که اومد سمتم، در ماشین رو برام باز کرد و با اشاره گفت بفرما. برای شام رفتیم یه رستوران شیک و لوکس. با سفارشات یه میزو پر کرد. منم رو در واسی داشتم. البته اصلا راحت نبودم. ولی جوری رفتار میکرد با هم که انگار چندین سال همو میشناسیم. گرم صحبت کردن شده بود. منم آروم آروم گوشه‌ای فقط شنونده بودم.
باش آشنا شدم. کلاً اون حرف میزد. راجب خودش، موقعیتش، زندگیش میگفت. از منم هرچی سوال میکرد فقط همونو جواب میدادم. بعد از شام یکم دور اطراف چرخ زدیم. بعد ساعت 10 شب بود منو جلوی درمون رسون. قبل پیاده شدن دستشو گذاشت رو دستم و شوکه شدم. از این حرکتش احساس میکردم زوده برای این کارا. لبخند مردونه‌ای زد و رو به هم گفت هر لحظه بیشتر از قبل جذبت میشم. تا الان با همه دخترایی که دیدم فرق داری. امیدوارم ارتباطمون ادامه دار باشه و پایدار. سرمو پایین انداختم و گفتم هرچی خیره. دیر وقت من میرم دیگه فعلا. از ماشین پیاده شدم که گفت ریحانه فردا هم میشه همو ببینیم؟ گفتم کار دارم نمیدونم فرصت کنم یا نه. هر تایمی که آزاد بودی من هستم. گفتم باشه خبر میدم بهت. خداحافظ. رسیدم خونه مامانم مثل این رفیقا گرفت منو گفت بشین تعریف کن از کی رفتی خونه دق کردم. با کلی التماس و اصرار کیفمو انداختم زمین و نشستم رو کاناپه و شروع کردم به تعریف کردن. یهو به خودم اومدم دیدم دارم ازش کلی تعریف میکنم و تو افق محو شدم. مامانم با لبخند خیره شده بود بهم. سری گفتم همین دیگه. مامان خستم. برم یکم بخوابم. خستگیم در بره. گرسنت شد اگه غذا مونده ها ریحانه؟ نه گفتم و برگشتم اتاقم. حال عجیبی داشتم. نمیدونستم چم شده بود. ولی عجیب و غریب دلم انگار گرفته بود. از اینکه با دانیال دوست شده بودم میترسیدم. اول اینکه فریبم بده. منم یه دختر ساده. خیلی زود فریب و گول هر آدمی رو میخوردم. دانیال تو قلبم رفته بود. حتی به یادش افتادنی هم قلبم به تپش میافتاد. من از بچگی که پدرمو از دست دادم دیگه جز مامانم کسی دور اطرافم نبود. به خصوص مرد و توجه و محبت کردنهای دانیال تاثیر خودش روم گذاشته بود. لباسامو عوض کردم، دست و صورتمو شستم و ترجیح دادم کمتر فکرمو درگیر کنم. منتظر باشم تا ببینم چی قراره بشه. فردا هم خیلی با میل و علاقه به پیشنهاد دانیال برای بیرون رفتن جواب بله دادم. اینطوری شد که یه هفته گذشت از آشنا شدن ما. هر روز زنگ می زدیم به هم با هم صحبت می کردیم. چون مامانم هم خبر داشت بعد از اینکه فهمید تقریبا قابل اعتماده و من و دانیال به هم علاقه داریم می گفت برای شام می تونه دانیالم بیاد خونه ما. تو خونه تنها نمونه. اینجور مامانا واقعا کم پیدا میشن که انقدر پایه و همراه بچهشون باشن. افسوس که از همین پایه بودن مامانم ضربه خوردم. دانیال چند روزی بود پشت سر هم میومد خونمون و با مامانم آشنا شده بودن. دیگه خیلی راحت بود. حس معذب بودن و اینها نمیداد. اصولاً آدم اجتماعی با شرایط زود وفق میشد. طبق شناختی که ازش داشتم میگفتم دانیال مادر پدرش و کل فامیلای درجه اولش تو خارج بودن. اینم به گفته‌های خودش به خاطر کارش برگشته بود وگرنه اینم قبلا خارج بود و یه دوره از تحصیلش هم اونجا ادامه داده. به شدت آدم کامل و موفق، خوش‌تیپ از نظر قیافه و تیپ و هیکل 20 بود. از اینکه خدا همچین آدمی رو سر راهم گذاشته بود احساس سربلندی و خوبی می‌کردم. ارتباطمون بیشتر شد و دیدیم که هر روز داریم با هم صمیمیتر و علاقه‌مندتر میشیم. دانیال از فرصت استفاده میکرد و هر روز 3-4 ساعتی خونه ما وقتشو میگذروند. شبا میرفت چیپس و پفک میخرید، تخمه و کلی خرت و پرت. مامانم من فیلمای جدید وصل میکرد به تیوی. 3 نفره کلی خوش میگذروندیم. یه شب تا دیر وقت دانیال هنوز خونمون بود. دراز کشیده بود رو کاناپه و رو به هم گفت ریحان من چی میشه امشب اینجا بمونم؟ دهنمو کج کردم و گفتم نه نمیشه همینمون کمه. بابا دیر وقت الان چجوری برگردم خونه؟ یه امشب فقط. داشتیم بحث میکردیم با هم که مامانم از پشت اومد و گفت چی شده؟ دانیالم سریع گفت طاهره خانوم میگم به رویا که امشب اینجا بمونم دیر وقته. دیگه برنگردم خونه. به خدا کاری به کاری کسی ندارم. مامانم سریع تکون داد و رو به هم گفت کل روز اینجاست یه امشبم روش. با این حرفش دانیال لبخند رضایت بخشی زد و رو به هم گفت رویا چرا شبیه مامانت نیستی؟ به کی رفتی مثلا تو؟ با این حرفش چشمگاره‌ای رفتم براش بی توجه به صدا کردنش رفتم تو اتاق خواب لامپو خاموش کردم و خوابیدم. 1-2 ماهی گذشت دانیال گفت بیا محرم بشین با هم.
و من از خودم بود این ارتباط رسمی بشه و انتها داشته باشه. اما چون دانیال کسی رو نداشت و تو محضر خیلی خلوت می شد، به مامانم می گفتش همین بهتره که کسی نباشه. بدون اینکه کسی خبردار بشه عقد کنیم، تموم بشه بره. ما رسممون بود عقد و عروسی رو یه جا بگیریم. به پیشنهاد دانیال قرار شد 1-2 هفته بعد از رسمی شدنمون بریم ماه عسل که همونجا هم کلیپ بگیریم و خوش بگذرونیم به جای عروسی گرفتن و این ریخت و پاشا. خیلی راضی بودم. تو خیالاتم ماه عسل آنچنانی رو تصور می کردم. قرار اون وقت خوشبخت بشم که همه جا بپیچه. هیچ چیز طبق نقشه‌ای که چیده بودیم پیش نرفت. اول راه سر رسمی شدنمون به مشکل خوردیم. یه طرف خانواده دانیال نبود، همین باعث شده بود دانیال با اینکه کم سن و سالم بود دور خودش بپیچه و دنبال همه کارا باشه. بعد حالا همه چی اوکی بود که از اون ور خبر رسوندن بهمون که مامان دانیال میگه حق نداری اونجا ازدواج کنی. دختر خالت چندین ساله منتظر توه. بعد شنیدن این دانیال عصبی شد و زنگ زد به مامانش و با هم جر و بحث کردن. دانیال میگفت هیچ کس نمیتونه جلوی ازدواجمون رو بگیره. سختگیری های مامانم هم همیشه هست. چندین روز بگذره یادش میره. خلاصه با کلی دغدغه و مخالفت ها مشکلاتمون تونستیم با هم عقد کنیم. مامانم هم این وسط فقط تو بازارهای مختلف بود که بعد ازدواجمون قراره بریم ماه عسل خوشتیپ و تکمیل باشه. رو تخت نشسته بودم موهامو شونه می‌کردم که در اتاق باز شد. دانیال اومد تو. نشست کنارم و شونه رو از دستم گرفت و آروم و با ملایمت شروع کرد به شونه کردن موهام. بعد موهامو بافت و ازم کش خواست. متعجب کشید دستش دادم و گفتم چه خوبه که بلدی. پوزخندی زد و گفت آبجی که داشتم. اونم مو داشت. سر این امتحان می‌کردم. خنده ریزی کردم و گفتم باشه حالا لو نده خودتو. سمتم خیز برداشت و شوخی همونجا تو همون اتاق کاری که نباید الان اتفاق میافتاد و افتاد. غرق لذت بودم. اون لحظه متوجه نبودم دارم چی کار میکنم. در آخر پتو رو کشیدم روم چشمام بسته شد. وقتی که از خواب بلند شدم دلپیچه شدیدی داشتم. نمیدونستم شب روز از همه جا بیخبر. به زور از جا بلند شدم رفتم بیرون از اتاق. خونه ظلمات بود. همه جا تاریک. لامپا رو روشن کردم و زنگ زدم به مامانم ببینم کجاست. ساعت 7:30 شب بود. 2-3 باری زنگ زدم بر نداشت. به دانیال زنگ زدم گوشی رو برداشت گفت از خواب پا شدی خوبی؟ چیزی لازم داری بخرم بیارم؟ زمزمه کردم نه. گفتم کجا رفتی؟ مامانم خونه نیست خبر داری کجاست؟ گلوشو صاف کرد و گفت نه من اومدم بیرون. کاری برام پیش اومده. تو استراحت کن من به مامانت زنگ میزنم میگم بیاد خونه تنها نباشی. خدا رو شکر کردم که خدا بهم دانیالو داده. گفتم مرسی دانیال. گوشی رو قطع کردم. نشستم و خیره به گوشی از اتاق. فکرم 1000 راه رفت. ترس و دلهره تمام وجودم رو گرفته بود. نمیدونستم چرا ولی خیلی میترسیدم به خاطر کار امروزمون. مامانم یه رو بعد اومد خونه حتی به اونم نگفتم. فقط خودم و دانیال میدونستیم. گفتم بذار به فراموشی بره یا یکم بگذره بعد بگم که از بخت بد و شانس مزخرفم برای اولین بار ارتباطم زد من باردار شدم. اونم من کلا دیر به دیر مریض می شدم. وقتی که دیدم 2-3 هفته از خیلی ناخوش و نااحوالم زد به سرم 20 سر و صدا برم تست بگیرم. اگه باردار نبودم خیالم راحت می شد و می رفتم دکتر. مامانم اخیراً خونه کم پیدا شده بود. زیاد بیرون می رفت. بعد از ظهر بود که بعد از اینکه با دانیال تو تلفن حرف زدم بلند شدم آماده شدم برم داروخونه و بگیرم اونو. از استرس اینکه مثبت یا منفی باشه دیوونه می شدم. سریع حاضر شدم از خونه زدم بیرون. یه راست رفتم داروخونه و گفتم تست بارداری می خواستم. گرفتم انداختم توی کیفم سر به زیر برگشتم خونه. تو راه داشتم به این فکر می کردم که اگه واقعا باردار باشم چی؟ یعنی میتونم مامان بشم؟ منم اگه دانیال بشنوه چه واکنشی نشون میده؟ حتما خیلی خوشحال میشه چون عقیده داشتم جوونا خیلی خوشحال میشن به اولین بچه‌شون که حالا قراره پدر بشن یا مادر. من که خودم همچین حسی رو داشتم. رسیدم خونه خدا رو شکر برنگشته بودن. با دست و پاهای لرزون رفتم تست انجام دادم. منتظر موندم تا معلوم شه. قشنگ یادمه بعد اینکه دیدم مثبت جیغ بنفشه کشیدم و گفتم یا خدا من باردارم.
من باردارم، حالا باید چی کار کنم؟ تا خواستم زنگ بزنم به دانیال خبر بدم پشیمون شدم. گفتم بذار بیاد خونه واکنشش رو حضوری ببینم. پشت تلفن که نمیشه. اون روز ساعت 7-8 شب بود، خبری از نه دانیال بود نه مامانم. شد 8 شب زنگ زدم به مامانم، گوشیش خاموش بود. احتمال دادم از صبح بیرون باشه، شارژش تموم شده باشه. منتظر موندم همچنان. در نهایت 9 شب شده بود. دیگه بعید بود این ساعت به شام مامانم خونه نیاد. ترسیده به دانیال زنگ زدم. با بر نداشتن گوشیش استرس و ترسم 2 برابر شد. دور تا دور خونه قدم می زدم. از هر برنامه که داشتم به هر دو پیام دادم، خبری نبود. همچنان ضعف کرده بودم. دست کشیدم رو شکمم و گفتم ریحان تو الان دیگه تنها نیستی. باید به فکر این ورژکم باشی. پاشو به خودت برس، یه غذایی بخور. 2-3 تا سیب زمینی گذاشتم بپزه. بعد یه تیکه مرغم انداختم تو مایتابه تا بپزه. یه لیوان چای ریختم. تا نشستم با آمدن پیام به گوشیم سری برداشتم. دانیال عکس فرستاده بود. زدم رو عکس تا باز شد. همونجا احساس کردم قلبم ایستاد از تپیدن و دیگه نزد. تا حالا حس کردی این که از خبر بد یا اتفاق ناگوار و شوکه کننده احساس کنید کمرتون شکسته باشه یا دنیا رو سرتون خراب شده باشه؟ من دقیقا همون حس رو داشتم. با چشمایی که شرشر اشک میریخت رو عکس زوم کردم. مامانم با تاپ 2 بنده سفید جوری تو آغوش دانیال بود که تا به حال من اونجوری نزدیکش نبودم. خیلی خیلی حالم بد بود. بیشترین حال بدم به خاطر بچه‌ای توی شکمم بود. یه دختر 17 ساله که اینجوری شکست خورده بود، از مامان خودش باید چی کار میکرد؟ هیچ فکری به ذهنم نرسید. از خونه میرفتم کجا؟ من فقط مامانمو داشتم. الان باید کجا میرفتم؟ چی کار میکردم؟ راه چارم چی بود؟ چرا اصلاً اگه اینا با هم ارتباط داشتن دانیال شخصاً برام عکس‌های ناجورشو فرستاده بود. دلش نسوخت که دق کنم؟ حالم بد بشه؟ یعنی اون همه بد ذات بود؟ چرا من اینو تا به حال نشناخته بودم؟ خنجری که تو قلبم رفته بود، از عزیزترین کس هام ضربه خورده بودم. کل شب تو خونه تنها موندم. هیچ کدومشون نیومدن. دوست داشتم خودم رو نابود کنم. تا نشینم تصور کنم الان مامانم با شوهرم تو چه لوکیشنین. کل شب بیدار بودم. اونقدر گریه کرده بودم که کل چشمام باد کرده بود. صبح زود ماشین گرفتم و رفتم مطب دکتر. بعد کلی پرسش و سوال جواب آدرس دادم برای انداختن بچه. در حالی که نفس می زدم دراز کشیده بودم رو تخت و چشمام بسته بودم. منتظر بودم هر لحظه دکتر بیاد و کارمو انجام بده. ولی با صدا کردن اسمم از جا بلند شدم و رفتم بیرون از اتاق که هدایتم کردن تو اتاق کار دکتر. اونجا دکتر بهم گفت خیلی ضعیفی و به خاطر سن کمی که داری ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چون جون خودت هم در خطره. اصرار کردم، جواب نمیداد. ناامید برگشتم خونه. از بالای کمد ساکمو برداشتم. نشستم شروع کردم به جمع کردن وسایلام. میخواستم برم روستا پیش مادر بزرگ پدر بزرگم. تنها کسی که داشتم همون بود. یه مدتی اونجا بمونم تا ببینم چی میشه. با اشک و گریه در حال جمع کردن ساک بودم که در باز شد. مامانم با سر و روی پلاسیده به هم ریخته اومد تو. با دیدنم دوید سمتم و گفت ریحان. دستشو پس زدم و گفتم برو اونور، حالم ازتون به هم میخوره. شما دیگه کی هستین؟ ساکمو گرفتم، دستم از جا بلند شدم. مامانم مقاومت میکرد که جایی نرم. با نفس گفت من تو حال خودم نبودم. ریحان به خدا که اون باعث بانی این اتفاق است. به نظر احمقانه میومد و برای شنیدن این حرفا قبول نکردنش باید خیلی بچه میبودی تا باورش کنی. هرچی التماس کرد به پام افتاد، نتونست جلو دارم بشه. در آخر گفت کجا میخوای بری؟ باز جوابی ندادم. رد شدم رفتم تاکسی، پایین منتظرم بود. سرتون رو درد نگیرم. یه اتفاق غیر منتظره دقیقاً زمانی افتاد که یه هفته مونده بود به عروسیم. و دقیقاً روزی که فهمیدم باردارم از دانیال. هیچ موقع یادم نمیره. بعد رفتم دانیال کلی پیام داد، زنگ زد، ولی حتی یکیشم جواب ندادم. به مامان بزرگ بابا بزرگم هیچی نگفته بودم. 1 ماه اونجا موندم. بچم 2 ماهش میشد که سر و کله مامانم پیدا شد. حتی 1 کلمه هم باهاش رد و بدل نمی کردم. مامانم بود کسی که از بچگی کنارم بود.
بزرگم کرده بود، اما کاری که باهام کرده بود لایق بخشیدن نبود. سعی در این داشت که بگه دانیال آدم بد بوده. الانم گذاشته رفته خارج. من تو حال خودم نبودم و اون منو مجبور کرده. ولی کاری بود که شده بود. نمیشد انکارش کرد. الان 6 ماهمه. کلاً همونجا موندم. برای اینکه کمک خرج مادر بزرگم باشم میرم هر روز 3-4 ساعتی خیاطی. مامانم فهمید باردارم، چند بار افتاد به دست و پام که باعث بانی پاشیدن زندگیم نبوده. دانیال آدم خوبی نبوده، ولی من بازم با مامانم قهرم. حتی دوست ندارم کلمه‌ای باهاش حرف بزنم. نمیدونم کی قرار عصبانیتم بخوابه یا چی بشه که ببخشمش. 6 ماه دانیال به امان خدا رفت. 1-2 ماه بی خبر بودم ازش که تازگی‌ها پیدا شده. نوشته که میدونم بارداری و بچم تو شکمته. برمیگردم دنبالت. برمیگردیم سر خونه زندگیمون. ما یه اشتباه کردیم. انسان جایز الخطاست. مطمئنم مامانم آمار داده بهش که باردارم، وگرنه از کجا قرار بود بفهمه؟ نمیدونم کجا چه گناهی کردم. چه خطایی کردم که اینجوری کارما دادم زندگیم رو هواس. حتی امیدی ندارم به آینده زندگیم. یا بچه‌ای که قراره بدون پدر به دنیا بیاد. آخرین بار مامانم گفت برگرد، به خاطر بچت با دانیال ازدواج کن. تو شهر بمون، منم برمیگردم روستا که جلوی چشمت نباشم و تا زمانی که نخوای نمیبینمت و نمیام پیشت. مامانم شرمنده بود. خیلی هم قشنگ شرمندگی از سر و روش موج میزد. ولی خب همین سهلنگاری و راحت بودن باعث شد دید من کلا به دانیال عوض شه. اون عشق تبدیل به نفرت. دانیال 2-3 باری اومد دنبالم منو ببره، ولی من قبول نکردم و گفتم جدا میشیم و بچه‌مم خودم بزرگ میکنم. اونم میگه کار به اونجا نذار برسه، چون نمیذارم روی بچه رو ببینی. دارم آتیش میگیرم. از تنها خیلی واقعا راه چاره‌ای ندارم. افتادم توی باطلاقی که در اومدنش ازش غیر ممکنه. به عنوان یه خواهر، دوست، رفیق، اگه راهکاری دارید کمکم کنید. شاید هر کسی جای منم بود همین کارا رو میکرد، میرفت. البته که پیگیری باید میکردم، ولی کاری بود که شده بود. از کجا میفهمیدم قرار اینجوری بشه؟ اون دانیالی که از نظرم 20 و تکمیل بود قرار یه روزی اینجوری بی شرف و بدذات از آب در بیاد. واقعیتش حتی ذره‌ای دلم نمیخواست. حتی اگه قرار بشه روزی مجبور بشم برگردم، به خاطر بچه تو شکمم میشه که از دستش ندم. ولی تا جایی که میتونین شما هم کمکم کنید که چی کار کنم، چه خاکی تو سرم بریزم. دوستان خیلی ممنونم که تا انتهای داستانم گوش کردید. امیدوارم عبرتی باشم برای شما عزیزان تا هیچ وقت همچین اتفاقی رو تجربه نکنید. خواهش میکنم کمکم کنید و راهنمایی کنید که من باید چی کار کنم الان. دوستان خوشحالم که تا انتهای داستان همراهمون بودیم. برای حمایت از داستان تو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. تا یه داستان دیگه، خدا نگهدار.